من راستی گپگم همین انکدوتایی که بختیار جان میگوین دیگران میگن من گفتن نمیتونم رنگ اینو یکی کوشش میکنم که یک چی گویم. خیلی اینجا من آدمای کلان جنگ نکنیتون نخندیتون این همین وایده کن چی میگید هانیکدوت یه مردک از رای دور آمده سو از روسیه خیلی همین خیلی زنش یاد کرده است که یکون دیدنش در کرده زنش یک بوسه کردنش کن همین بچهش خلال رساندسته همون خونه با این طرف میگردد زنش قاشقته اشاره میگرد این طرف میگرد هیچ نیکی همین بچهش همه دادا چی آوردی چی شد همین گفت دو دست بیزار شده سو بچه میاد بالای بمب رو کم کشلاق به چیگر رفت است کته بین برام دست بچهش بالای بمب دست چیگر بچه‌م بالا با دست خونه اما که رحیم به گوسفند گشتگی 4 مهمان شده است خونه اما که مقیم به گفت است یک تا زنشون نام بسته است در بالای کروات 5-6 مهمان شدگی خانه فلانچه خودش در بالای کروات خور رفته است خانه وای چی خانه وای او اسدالله وای کنی گفت است که خانه اون کس به 10 تا مهمان گاو کشته سن گفت است گفت است که خانه تو رقل به چی گپ گفت است که بچه و هم در بالای بم دادش اوچش موچیکروس عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است. آدم همه وقت باید دوست داشته باشد وطنش، مادرش، خواهرش، برادرش، همسایه‌اش دوست داشتن در کار. یا اون کس به بدی خواستن در کار نیست. سر خوب خسته اگر همه نیکی خواهید بیگم میبید یک کارتون برار میگیرد که تا بس گفتن. با خدا اگر من نفهمیتون بسیار من نیکی دیدم که نیکی چیزی زور است. حتی یک هندو نامش بیپول در هندوستان پاور بود افقاد میپخت برای ما. یک خیلی افقاده همین برنج میجوشوند و بالاش به پتلیف میرزد و یا گوشتی مرغ یا گوشتی گاو میفتاد. تمام دیگه نیست. من رفتم بیپول گفتم میگه اب که تاجیکستان ہے گفتم دوست ہے ما دوستیم گفتم. بعد گفتم که دوست نہ رہا پیار نہ رہا زندگی ہمیں ترا اعتبار نہ رہا دوست ہے تمام. باید کفکی را دستم به داد خودش یک طرفه شد سر کردم افقادی تاجیکیه بالا تا گیرم همین خیلی روغن تسپانده برچه پرفسن درونی دیگه بکو و غصب میزنده همین گوشت سب سرخ استقوان توپ داده همین دیگه کتیامو رفتگی همه هرچی یک بار ما افقاد میخوردیم هزار همه شادی و پدر من گفتم خدا زن لبای ارگوتی در دوشنبه من بیند می لرزد که اول شو این پاوری گنده گفتم من بغیر از حافظیم پزنده زور هستم. حاضر هر کدام دون خانه‌تون میرتون خیلی بعدی کنسر البته یک چی خوردن نکرد رفتن سال میرتون که دیگه با همه به خانه‌ها با افقاتای زور پخته مونده این حاجی چه خیلی آدمی زور بس که افقات من نمیدونستیم هم تو میرتون که خانه‌ها با من هم تو همه چیز خدا همین اداراتون درویتون که همه وقت همه چی زور باشتون. هيا یک سرود برای موفقی طلب همین سرود من بسیار خواندم لیکن چند کس التماس کردن که همین خوان التماس برای همین روز برای مادرها یک لحظه یک ساعت با خلقت بی منت با من بیمان تا با تو یابم دولتی تا با تو یابم دولتی دریا مجو دریا منم دنیا مجو دنیا منم یاری دلی تنهای تو تنها منم یاری دلی تنهای تو تنها منم شاکی بینم روی تو دست برم بر موی تو
با رنگ و بوی زندگی یابم زی رنگ و بوی تو دریا مجو دریا منم دنیا مجو دنیا منم یاری دلی تنهای تو تنها منم تنها منم بنشین که قربانت شوم قربانی چشمانت شوم گه سرفشان گه دلفشان بر موی افشانت شوم دریا مجو دریا منم دنیا مجو دنیا منم یاری دلی تنهای تو تنها منم تنها منم